سفری که در پی اون بازگشتی نبود و خبر اون به سرعت در ایران و جهان پیچید و در میان شادی و هلهله مردم عنوان شاه رفت تیتر اصلی روزنامه‌های عصر تهران شد. پس از اون که در دی ماه سال 1357 محمد رضا شاه پهلوی به دنبال اوجگیری انقلاب اسلامی مجبور به خروج از کشور شد، بسیاری از کشورها از پذیرفتنش سر باز زدند. همزمان بیماری سرطان او نیز روز به روز شدت پیدا می‌کرد و او ناچار برخلاف تمایل دولتمردان آمریکا برای درمان پزشکی به مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ در ایالات متحده آمریکا رفت. قبل از شروع اسپاین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. با گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران هیچ کشوری علاقه‌ای به پناه دادن یک سلطان بی تاج و تخت نداشت. محمد رضا پهلوی پس از خروج از بیمارستان ابتدا به مرکز پزشکی ویلپورت هال در پایگاه نیروی هوایی لاکلند در تگزاس، سپس به پاناما، مکزیک و از اونجا به مصر رفت. تنها انور سادات رئیس جمهوری مصر بود که او را پذیرفت. پادشاه ایران به همراه همسرش فرح دیبا، ملکه ایران و 4 فرزند دیگر خود در قصری در قاهره ساکن شدند. مهمانی مصر اما چندان به طول نینجامید. مدت کوتاهی پس از ورود شاه ایران به مصر، پزشکان معالج طحال او را خارج کردند. سرطان او در وضع پیشرفته‌ای بود و پایان کار وی نزدیک بود. سرانجام در ساعت 9:45 روز 5 مرداد 1359 خورشیدی محمد رضا پهلوی شاه ایران در سن 61 سالگی در قاهره درگذشت. پروفسور فلاندرن پزشک مخصوص شاه در خصوص روز وفات شاهنشاه در خاطراتش چنین می‌نویسه: من وضعیت شاه رو برای شهبانو و والا حضرت اشرف تشریح کردم و به اونا گفتم که اعلی حضرت شب رو به صبح نخواهند رسوند. شهبانو سری تکون داد و از من خواست که فرزندانش رو خبر بکنم. ولی من گفتم اعلی حضرت این کار من نیست، خود شما باید این خبر رو بدید. او در پاسخ گفت نه، غیر ممکنه، من نمیتونم از عهده این کار بر بیام. پافشاری کردم و گفتم اعلی حضرت بالاخره یه نفر از خانواده باید این وظیفه رو به عهده بگیره. ایشون گفتن فقط شما میتونید این کار رو بکنید. به هر ترتیبی بود به احساسات خودم غلبه کردم و به اسکندریه تلفن کردم. دختر بزرگ شاه والا حضرت فرهناز با صدایی کودکانه پاسخ داد: پروفسور فلاندرن شما هستید؟ چه خبر؟ من در پاسخ گفتم خبر خوشی ندارم. حتی بیان همین چند واژه هم کار آسانی نبود. تلاش پزشکان موجب شد که اعلی حضرت چند ساعتی به هوش بیاد و با همسرش والا حضرت اشرف و ولیعهد و فرزندان دیگرش صحبت بکنه. در لحظات آخر زندگی شاهنشاه فرهناز در کنار ایشون بود. رضا پایین تخت ایستاده بود و من در سوی دیگر کنار بقیه پزشکان بودم. شاهنشاه 2 نفس کوتاه و سپس نفس عمیقی کشید و اونگاه خاموش شد. همه چیز تموم شد. لحظه ای دراز همه ما در بعد فرو رفتیم. حال باید خبر مرگ پدر رو به لیلا و علیرضا که در کاخ قبه بودند میدادم. به محض رسیدن به قصر حضور رئیس جمهور مصر و همسر و دخترش ما رو سخت متأثر کرد. هر 3 نفر اونجا بودند تا زودتر از دیگران محبت و دلداری خود رو که از ابتدای تبعید از ما دریغ نکرده بودند دیگر بار ابراز کنند. شهبانو فرح پهلوی در مورد روز خاکسپاری میگه: مراسم تشییع جنازه شاهنشاه در 7 مرداد ماه سال 59 یعنی 2 روز پس از درگذشت ایشون انجام شد. پیکر او به کاخ عابدین منتقل شده بود. در آغاز مراسم سرود شاهنشاهی نواخته شد و ما همگی از شنیدن این سرود منقلب شدیم، زیرا این نخستین باری بود که پس از ترک ایران اون رو میشنیدیم. سپس ملتزمینی که پیکر شاهنشاه رو همراهی میکردن از قصر عابدین در گرمایی سوزان به سوی مسجد رفاهی رفتند و همسر من در اونجا به طور موقت به خاک سپرده شد. در طول راه جمعیتی عظیم جمع شده بودند و فریاد لا اله الا الله
از همه سو به گوش می رسید. ما در صف اول قرار داشتیم. دست راست من لیلا با پیراهنی سفید و فرهناز و علیرضا قرار داشتند و در سمت چپ من ریچارد نیکسون و رضا حرکت می کردند. انور سادات و جهان سادات و برادران شاهنشاه غلامرضا و عبدالرضا و احمد رضا هم با ما بودند. چند تن از دوستان وفادار، پادشاه یونان کنستانتین و همسرش آنماری، شاهزاده ویکتور امانوئل ساوا به اتفاق سفرای چند مملکت ما رو دنبال می‌کردند. پادشاه مراکش حسن دوم یکی از نزدیکان خود حفیظ علوی رو با قطعی از پارچه کعبه که آیه‌هایی از قرآن بر روی آن سوزندوزی شده بود فرستاده بود. این پارچه بر روی کفن همسرم کشیده شد. در مسجد رفاهی پیکر شاهنشاه به یک مقبره زیرزمینی تنگ منتقل شد. رضا و پسر انور سادات با چند نفر دیگر تابوت رو به اونجا حمل کردن، اما در اون لحظات اندوه و ازدحام کسی به فکر پسر 14 ساله من علیرضا نبود. علیرضا با لحنی جدی به یکی از اطرافیان خود گفت میخوام به اونجا برم. علیرضا رفت و جایگاه آرمیدن پدر رو به چشم دید. بعدها پزشکان به من گفتن که دیدن محلی که پدرش در اون قرار میگرفت روی روحیه اون تأثیر منفی داشت. زنان رو متاسفانه به این محل راه نمیدادن و هیچ یک از ما، یعنی من و دخترانم فرهناز و لیلا، نمیدونستیم که او در چگونه جایی آرمیده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.